یارانه پنهان، یارانه پنهانی که دارن میگن یعنی که آقای ثابتی این بنزینی که من 1 لیتر به شما میدم، آهنی که 1 گرم به شما میدم، محصول پتروشیمی که 1 گرم به شما میدم، قیمت جهانیش چقدر، چند دلاره؟ من به ریال چقدر بهت میدم؟ فاصله این دو تا رو میذاره یارانه پنهان اسمشون. گرفت شد. برای تمام کالاها این یارانه پنهان ادعایی حذف شد. اون چند قلم مثل بنزین و اینا که هی دارن میگن بنزین یارانه پنهان داره، بنزین یارانه پنهان داره. مدل محاسبه اینه. میگن آقا شما باید بیای بنزین الان اینجا لیتری چنده؟ لیتری 3000 تومان. در خارج از کشور چنده؟ در اروپا مثلا چنده؟ میگن 1 یورو. 1 یورو چنده؟ مثلا 55000 تومانه. 55000 تومان اینجا چقدر؟ 3000 تومان. من 52000 تومان به یارانه پنهان میدم. مبنای یارانه پنهان ادعای آقایون اینه بابا شما جیب پول تو جیب منو، ریالی که به من داری میگی بی ارزشش کردی با افزایش نرخ دلار، بعد از همین بی ارزش شدن نرخ ریال داری میگی من بهت یارانه پنهان میدم، حالا باید اینو عادلانه توزیع کنی. ارزش پول منو برگردون. به قول آیت الله حائری شیرازی مرحوم یک جزوه‌ای داره پول در اسلام کار نمیکنن، در اسلام پول کار نمیکنن. میگه آقا این امضای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روی اسکناس برای یادگاری نیستا، برای تضمین ارزش ریاله. خب تو به تضمینت نتونستی عمل کنی، ارزش ریال کاهش پیدا کرده، بعد میگه از محل این کاهش ارزش ریال من دارم به یارانه پنهان میدم. این چه منطقیه؟ بعد من گفتم اگر این منطق یارانه پنهانه، شما کارگرم اینجوری حساب کن. کارگر ببینیم چقدر در فرانسه چقدر، در اروپا چقدر، اینجا به ریال داری میدی، اونم دلاری. حساب کنیم یورویی حساب کنیم ببین فاصله چقدره. اینجوری هر کارگر ماهانه داره چه بدونم 90 میلیون تومان یارانه پنهان پرداخت میکنه. این منطق غلطی. ولی بدونید این منطق غلط برای تمام محصولات پتروشیمی و پالایشی و فلزات و اینا اجرا شده. همه داره جهانی حساب میشه و دلاری حساب میشه.